کسایی که به همین زنا مبتلا هستند، کسایی که به عرق نوشی مبتلا هستند، کسایی که همین درآمدهاشون از راه حرام است، اینا باید که خودشون دیگه زحمت نتن. شریعت به نام پروردگار به یاد تماما یگان ذره به اینا احتیاج ندارد. در شریعت ما کچتوا در کار، کچتوا در کار نیست. بله، ما در کچتوا در کار، ما در مسلمانی که همه گفتید همه چیزها ایستینی مسلمان باشه، مسلمانی که حقیقتا قرآن میگه ادخلوا فی السلم کافتا، با پرگی در دین بدرو. این نه که برادر هم نماز هم زنا، ببینید هم نماز هم عرق فروشی، هم مثال زنا هم عرق نوشی، هم دیگر اخی تماما یک مسخره در دین است، یک مسخره در دین می شود. از همین خاطر بسیار با یک پهلوان ما در جمعهمون حکایه میکردیم از قزوین ایران، ایرا مثنوی حکایه میکنن. میگه وقتی که رفت میگه گوشتینگیر بوده است، پیش یک نکال کزان رفته سوزنزن وقت است که انا میخوام که در همین پشت من صورت یک شیر بزنی تا که مقصد همه آدمی که با من گوشتین میگیره حریفم. هیچ خیلی وقتی میبینن دستا پوری صورت پشتا صورت اکی هم یه حیبت داره که خب اما حیبت دما پیدا شد. خیلی سوزنزن اکو پول میگیره برای فرقش چیاتی بعد میگه گفت مقصد با شکم بزن، گرفت سوزن او بعد زد که دوای این مرده که گوشتینگیر برآمد. او که از کجاش سر کردی؟ گفت از سرش سر کردم، ای کلای شیر. او که ترکش که گفت شیر به کلا میشه، ای دیگه جاش بگیر. هایی که با سوزن باز زد، ای دیگه از کجاش سر کردی؟ گفت ای دنبش، ای گو شیر به دنبا میشه، ای دیگه جا بگیر. همه هر گل میزنه، ای پشتش شیر به پشت میشه، ای شکم شیر به شکم میشه. بعد میگه سوزنزن دید که نه مقصدی کمه. بعد میگه بر زمین زد سوزن آندم اوستا، گفت در عالم کسی را این فتاد، شیر بیگوش و سر و اشکم کی دید، این چون این شیر خدا کی آفرید. خب این مقصد ای یکمشی خیلی شیرها نیست. بعد گفت چون نداری طاقتی سوزن زدن، از چونین شیری جیان پس دم مزن. وقتی طاقتی سوزن نداری ای شیر گب نزد، یعنی طاقت دین نداری، طاقت اسلام نداری. مسلمی مقصد شمی ای ایتری نزن مثال جرجی که من مسلمانم. مسلمان کسی که تمام فرموده خدا در تابع می شود. برای او برادری عزیز حرام ها حرام ای، حلال ها حلال ای. نداری طاقت همین را در کار نیست، برای زینا میکنی، برای مقصد چی بدبختی که میکنی کردن بگیر. جهنم خدا کلان پگه همه ما و شما پیش خدا میریم، پیش الله مهربان در راست میشیم. برای این بدبختی هامان بین چهار میگه انسان روز قیامت قدمش از قبرش میگه یک قدم زدن نمیتوند تا 4 سوال جواب نگه. یکی از امونو چیه؟ یک من عمری فیم افنا، خدا میپرسش چند سال حیات دادم؟ 60 سال یا 70 سال یا 50 سال. فیم افنا، عمرت در چی صرف کردی؟ این سوال ای برادر. از این قسم به بزرگی خدا این منظره میشود، این فرموده ای، این یکون انکدوت نیست. فیم افنا، عمرت در چی صرف کردی؟ خب این را که میگوی که باید بگوی همه را کد در کجا صرف کردی، چه خیل کردی، همه اینا را پیش خدا میگوی. و بعد همین عیب نیست، خجالت نیست که بگوی پروردگار را خیلی مقصد من همین خیل زنا کردم، من عرق نوشیدم، من فلان کردم. این بسیار برای تو دیگر اونجا هیچ دستگیری برای تو دیگر نیست برادر عزیز. میگه حضرت ذوالجلال و الاکرام پرسد از شبهه و حلال و حرام، پرسد از ما چرا چنین کردی، این گناه کردی و آن کردی. تو که عبدی من که معبودم، امر و نهی که بر تو فرمودم، تو چرا برخلاف آن کردی، نفع خود را چرا زیان کردی، حد خود را چرا ندانستی در محلی که می توانستی. بین همش هم میتونستی که دادم شرایط عقل بود همه بود، چرا نکردی؟
بعد حضرت مولوی آخر چی میگه؟ غیر شرمندگی چیروی جواب، وای آندم بجان قطره آب. وقتی خدا که این خیل راستت کرد و این خیل پرسید و این خیل خطابت کرد، مولوی میگه وای به حالت که چی میشه به سری تو. برای این برادری از اندیشه کنیم، به خدا قسم این دنیا بی صاحب نیست. محترم خداوند گاوی بی شاخبر نآفریده. الله میگه و من خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آفریدمت برای عبادتم، آفریدمت برای بندگیم، آفریدمت برای اطاعت کردنم، نه برای مثال هر چیزی که بخوای کردم بگیری. این خیلی ما برای تو رخصت نمیتم. خدا میگه